سلام برابر، خوش اومدیم به 14مین قسمت از ماینکرافت سروایول. تا وارد ورچه من ویدیو استاپ میکنم. خب این قسمت مینی فارم آهن رو کاملش کنیم. ما الان نیاز به بیلیک کردن این ویلیجرها داریم و اینجا هم هاپر رو چست بزنیم. مثل تورچ هم بتونیم بیارم. فرم گندم و گیاهان هم داره پیشرفت میکنه. من برم بخوابم. کریپل دقیقاً اینجا وایساده. بشه گام پاودرم یه اینا بگیرم عالیه. بیا تو باشه گفت. بعد نباید بزنم بترکه. برم توی یکی از این خونه ها کنم. فقط اینجا که تقریبا تخت اینجا ما بردیم. دارم اصلا. کدوم ما؟ چقدر زیادی. اینا کجا داریم میام؟ کلیپ دار بتکن تو که دمیج میدن. بتریک داداش. تو دمیج نده. این بیشتر زمین کشاورزی میگذاشت. اینجا سیب زمینی در مورد هویج زودتر به نظرم در میاد. نمیدونم. بچه همه جا میای اینا. ببین. ازت زمینی کشاورزی میشه توش. برای همین بعد حساب بکشن داداش. می شوگر که اینا هم در مورد اینا هم بعد گسترش بدیم دیگه. اونا به درد میخوره. این چند خیلی به درد میخوره شوگر. الان خیلی زیاد شده. خب همین بعد بیشتر شد. 2000 بکش. من چی دارم؟ من نونا هم خوردم بعد میذارم ویلیجر رو. چیکار کنم؟ اینو هاپر بسازیم. اگه آهن داشته باشم عالیه. نشه که برم دوباره قار. اینجا چند نمیشه. خراب شد. اینو بیلشون هم دراپ کردن زامبی. خوبه. درد خوبه. بعد یه روش برای اینکه مابا مثل زامبی کل دراپاشون رو درا کنن که زامبی رو بیاریم بندازینش تو آب تبدیل به این زامبی دریایی بشه بعد همین دراپاشو میده بیرون دیگه. بدون آسیب دیگه سالم میشه. دیگه یادم آهن داشتم. آهن ندارم. بعد برم
آهنم بپزم دیگه. این به گرول هم نیاز ندارم، گرول ها رو بدم تو چست، چون دیگه کار برای گرول برای فرمان تموم شد. خب من این شغلام نیاز ندارم دیگه. الان به درم نمیخوره، اینم به درم نمیخوره، بینم به درم نمیخوره. خب الان بپزمش میکنم. زغال دارم، نسیه زغال ندارم، تو زغال بسازم. اگه میذارم یه زغال میسازم، بعد زغالم برام میسازم. بعد زغاله خودش یه نشون ازش برداشت بده. یه رو زغالش میشه. لا من چند فکر کنم جمع کردم. الان میشه جمع کردم. بشنم کافی 3 تا آب بیشتر نیاز نیست. آره کافی. حالا کله بسازم که راحت بهش دست بکشم به آهنا. خب با چه بلوکی؟ با بلوک تاف خوبه، جدید شده. ولی کم دارم بلوک تاف. ببینم چه بلوکایی دارم. بلوک سنگ هم، بلوک سنگ سنگ رو بسازم. کابلستون درست کنم، نه کابلستون استونش کنم. با استونم پله بسازم. خب اینجا اینجا نصف میبر. دو تا اینجا، دو تا مال. نیاز به این قیچی هم نداره دیگه. الان نمیدونم چه چه جا میگه. یه زغالا جمع کنم. حالا نیازی تو قدم من جمع کنم، هم کافیه. اینو بپز حالا. اینم چند تا نیاز داره. خب ببینم اگه اینجوری حساب کنیم کافیه بزنیم. دو تا رو میشه شب شد، ولی شب خب تو شد. اونجا رو نیاز به چوب دارم دیگه برای هاپر. الان اینجا چوب بکنم. هم کافی هست همین. بعد یه نمیشه تو ببینم. بعد کافی باشه الان سه تاش میشه. این نیازی ندارم دیگه. آهن کافی. بعد خود فرم آهن براش درست کنم. 12 تومن بود. یه آهن فکر کنم چند داره. ببینم چند تا میخواد. ولی یه دونه واقعا نامردی ازش. نه چیز نساختم چیزش نساختم. خب 1 2 آره همین قوافل کافیه. حالا چهارمی هم میتونم بسازم. یه چهارمی هم میتونم. ضرر که نمیکنه. خب من کم فایرم نیاز دارم. لاوا با هم لاوا کافیه. بعد کم فایرم اضافه میذارم. به سطح آب که سطح دارم. این سطح تو میتونیم. آره. حالا فعلا بریم بیلیدش کنیم. اینجاش هم درست کنیم. آپرا رو بذارم فعلا. همین سمت ویلیجر رو خواهی گذاشتن آپرا. این ور رو ببینم. چون من خونم قراره این ور بسازم، این ور بشه بهتره. خب اینجا من 4 تا آپرا میذارم. شما میتونید 3 تا بذارید، نیازی شما 4 تا. من 4 تا میذارم برای اینکه بهتر جمع شه. چند فایلم بتونم بذارم. 1 2 3 4. خب چه رو به این ور بذارم بهتره. یه آپر این ور میخوره به دیوار. یه دونه میخوره به این یکی آپر. یه دونه به این ور، آخریش هم به این ور. نه به این وصل. ببینم پایین همه من وصلن. این وصل به این وصل به این وصل. آره وصل. این قسمت از پشت ما باید بیایم بکنیم، پله بذاریم. چقدر پشت ماینه؟ بذاریم دو تا حساب نکنیم. خب غیر از اون دو تا
صورت دیگه. خب من چند اتفاق میشه نشمردم. این بردی ببینم. خب 2 تا داشتیم. 1 2 3 تا پایین. 4 تا فکر کنم. 1 2 3 4 5 6 7. که 7 کلا شد. چه بزرگ شد. میشه من تو دریا. برو تو این بنده. این جهت آپرا رو عوض کن. خب این میاد به این وصل میشه، بعد اینم میره به این ور. از اینجا باید شروع کنیم. بیرون از اینجا بعد چقدر رفتیم؟ 1 2 3 4 5 6 7. بعد اینجا باشه دیگه. پایین‌تره اینجا رو پر کنم. اینجا باید یه دونه چست بزنم. بالاش هم باید شیشه بزنم. شیشه بیارم. پله هم بالاش بزنم. پله. خب این چست رو. چست رو بالا بسازیم. بعد اینم از این قسمت دیگه. قسمت نه این چه. بقیه کارم که ویلیجر رو بیکنم بعد اون کار کنم. بریم استونا رو بیاریم، تبدیلش کنیم به پله. با پله رو بذاریم که موقع بالا پایین رفتن رو پله ما اسپان نمیشه. برای باز شدن چه خوبه. به درد می‌خوره. عالیه. هم کافی می‌ذارن پخته اینه که پخته. اونورم پخته. اینم از استوریجش. بعد اینجا من بپوشونم. من شب اینجا ما بیرون. من اینجا تاریک میشه. دو تا پلم اینجا بذارم و دیگه کار تموم. ببین به نظر بچه دیگه ویدیو بسه. دیگه طولانی میشه ویدیو. اینم از این ویدیو. لایک و سابسکرایب فراموش نشه تا ویدیو بعدی. خداحافظ.